یک رقابتی که الکی نتیجه ارزنده برای جودوکاران ما در روز دومین روسنجی های چمپیونات آسیا میانی نورسان است. توجه میکنیم امروز که دو ورزشکار توجیک، دو نفره که در یک تالار تمرین میکنند، هنر و مهارت، استعداد و مهمتر از همه یکدیگر را خوب میشناسند، روبروی یکدیگر قرار گرفتند. اولین شده رشید نعمتов با جودوگی سفید روی گلیم اومد و اینچنین باباجان شراپов هم در این آزمایش در مرحله نهایی با جودوگی کبود هم در این میدان رقابت گردید. هر دو دستی برادرانه میدهند و آزمایش آغاز می‌یابد. فینال توجیکی در روز دوم چمپیونات آسیا میانی نورسان. هیجان آنقدر زیاد نیست چون که الکی ما میدونیم که نوبسته از برد و باختی این دو چهره هم مدال طلا و هم مدال نقره نصیب ورزشکاران توجیک می شود. بسیار هم هنرنمایی شایسته را امروز در رقابت های انجام داده اشان هر دو نشان دادند. هم باباجان و هم رشید نعمتов توانستند که از آغاز هنرنماییشان یک آزمایش ارزنده نشان بدهند. رشید سبقت ها را از مرحله 8 نهایی آغاز کرد، دوری اول آزاد بود و اینچنین باباجان شراپов هم از مرحله 8 نهایی روی گلیم آمد. در رقابت اولینش نعمتов ورزشکار کشوری میزبان را از صدر راه دور کرد و به مرحله 4 یک نهایی راه یافت. اینجا شیدای اول برای شراپov نشان میدهد، داوری ازبکستانی و شراپov باشد در مرحله 8 نهایی نماینده کشور تایپی چین. زیاو را ناکام کرد و به مرحله 4 یک نهایی راه یافت. هر دو در مرحله 4 یک نهایی درخشش خوب داشتند، یکی نماینده کشور ایران و دیگر ورزشکار قزاقستان را ناکام کرد و همین طور راهشون به مرحله نیم نهایی هموار شد که در مرحله نیم نهایی هم هر دو با هنر، مهارت و استعدادی داشتهشون توانستند در مقابل رقیبان غالبیت را به دست بیارند و به مرحله نهایی راه یابند که اینجا مبارزه مقابل یکدیگر است. کوشش ها از هر دو جانب باباجان تلاش میکند که اصول اجرا کند و کسب امتیاز داشته باشد. کمفاول نعمتov را هم به نوبت میگیرد داور، برای او هم شیدو نشان داده می شود و باز هم نزدیک می شوند. حرکت های باباجان را مشاهده میکنیم که شیدای دوم برای رشید بهر حرکت نادرست که انجام یافت. شیدای دوم برایش نشان دادند و
پایزنی ها حرکت ها از جانب باباجان. اینجا ببینید که ضد حمله رو چگونه خوب استفاده کرد رشید نعمتов. امتیازی وزری رو به دست می‌آورد. ادامه قوزمویی باز هم نزدیک میشوند. 1 دقیقه دیگر تا انجام این قوزمویی وقت هست. Putih yang suka pakai putih nih. Kan sengaja kan nggak masuk dari tadi kan. Tuh. Ya kan? Kata. Nah kan, ya kan? Udahlah kalau terhormat aja lah. اون هنرنمایی که در رقابت‌های قبلی در مقابل رقیبان داشتند اینا البته از جانب هر دو ما براستی که آن هنرنمایی را شاهد نشدیم. یوکا باز هم برای نعمتov 17 ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. شاروپوف حرکت میکند. Dia mau besipon nih. همینطور وقت به انجام میرسد و رشید نعمتov نشان طلا و باباجان شاروپوف نشان طلای چمپیونات آسیا را یعنی نورسان به دست میارند. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост. و چون در آغاز گفتیم که هم نشان طلا هم نشان نقره نوبسته از برد و باخت این دو چهره نصیب ورزشکاران کشور ما می شود. اینجا دستی برادرانه می دهند و هر دو فکر میکنم که یکدیگر را در این لحظه ها شادباش گفتند، تبریک کردند و توجه میکنیم به نوارهای تکراری که رشید توانست سراول امتیازی وزری بعدا امتیازی یوکو را به دست بیارد و غالبیت را در مقابل باباجان صاحب شود و عنوان قهرمان آسیا را میان نورسان در سال 2025 کسب کند. هم برای رشید هم برای باباجان این نتیجه ارزنده را مبارکباد میگوییم و در عرفه جشنگیری از روزهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این نتیجه های نورسان هم بسیار یک نتیجه ارزنده است که برای مردم تاجیک هم این دستاوردهای بی‌نظیر را ما تبریک گفته حرکت کند و برنده نشان طلا گردد. مراسم جایزه سپاری جایی که دو ورزشکار ما یکی نشان طلا و یکی نشان نقره را به دست آوردند. در این وزن مقام های سیوم نصیب دو ورزشکار کشور ازبکستان دولت توردیاروف و سعدالله روشنوف گردید. باباجان شاروپوف با گرفتن نشان نقره دست یافت. ورزشکار از تاجیکستان و ورزشکار دیگری ما رشید نعمتov نشان طلا را به گردن می آویزد. به غالب و جایزه داران اینچنین در برابر مدال رمزی مسابقه و دیپلم هم تقدیم کرده می شود. این نتیجه ارزنده رو برای رشید و باباجان
بار دیگر تبریک میگوییم. واقعا یک هنرنمایی جالب، یک آزمایی های ارزنده را نشان دادند و توانستند بالای سفره ظفر قرار گیرند و این دستاوردها نتیجه انا همون زحمت و مشقتی که در طولانی تمرین میکشند با مربیان نتیجه انا همون است و به خاطر دستاورد راشد نعمت و اینچنین هنرنمایی جالبی باباجان شراپوف پرچم تاجیکستان پرافشان می شود و سرودی ملی کشور ما صدا می دهد.